دل زبانش میگیره. زبانی میدونین که میگرفتیان. من تکلم بکلام دنیا عند الاذان نتلجلل لسانه عند الموت. میگه پیامبر بزرگوار کسی که در وقت اذان گفتن اگر مبادا جواب مؤذن نگوید با بگب دنیاش آواره شود، خدا در دم مردن زبانش میگرفته است. که الان خیلی ارمان ده مرده میری تماشا میکنی درد دید گفته نمیتونی، نصیحت کرده نمیتونی. میگد از آن چیزی بزرگ است. انشاءالله خدا یک روز در بابی از آن هم با شما عزیزان هم صحبت میشیم. این بانگ الله اکبر از این بزرگ بانگ در دنیا نیست. الله اکبر این شعار اسلام است. پیغمبری بزرگوار بینن هر یک جهاتی که میدرمد تکبیر میگفت الله اکبر. این نام است که شما را قلبات را بلرزه باید بیارد. نام الله شنوید دلت گم زند. عزیزی من از جاد یک پس خیزی، حتی در وقتی شنیدنی تکبیر یک بار از جاد بخیز. یک بار انشاءالله خدا خواهد لفظی اللهم جواب لبیک گفت خدا جان حاضر به مسجد حاضر میشم، حاضر میرم خدا خواهد انشاءالله. حی علی الصلاح میگن به نماز بیا، حی علی الفلاح به نجات بیا، بیا دوزخ میره پگه بنده بیا. خدا ما را دعوت بکنه. لبای نگویی به ناموس در خانت خواره مرده که خیلی مسلمان هستین که مسلمان لفظی الله شنود و قلبش در لرزه نیاید، لفظی الله شنود و خانه خدا ندود. این مصیبت به مسلمان است. عزیزی من آگاه باش. الله اکبرش یک بار خیز برای حرمت الله تعظیمش جایز است، برای مخلوق جایز نیست. برای خالق بخیز. الله که لبیک که الله جان حاضر رسیده میرم نزدت، خانه اختن عبادت میکنم، خالت لطاعت میکنم، قانت انشاءالله خدا قد فرماده میکنم. گو تا حقیقی مسلمان میشوی، حقیقی ایماندار میشوی. خدا مدح میکنه من شما را. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله و بالیوم الاخر. میگه مسجد کی آباد میکنه؟ آنانی که ایمان با من دارن و ایمان به میگه روز قیامت دارد. همه را مسجد آباد کنه میتونه. ایمانی که به خدا داری مسجد آباد میکنی، ایمانی که به روز قیامت رستاخیز باور داری که پگه پیش الله میرم چی میگم این مسجد میگه آباد میکند. عزیزی من نام الله شنید لبیک گو بیا به مسجد خدا خواهد. یک دم دنیا را ترک، تلویزیون را ترک، یک دم خدا خواهد صحبت زن تا ترک. این یافت میشود، این دقیقه ها یافت نمیشود. عزیزی من این دقیقه ها غنیمت است. با شما باد صدای خدا. آموزش شدن را فراموش نکنید.